سلام دوستان عزیز، چطورین؟ بچه همینطوری که گفتم میخوام یه ویدیو بزرگ بذارم از فری فایر اصلا صحبت کنم و همین چیزا. بچه اول بریم داخل این ببینیم چه جوایزا رو باید بگیرین. من که همشو گرفتم بچه. این اسکین رو باید داخل فری فایر 7 روز بیاین و این اسکین رو بگیریم، یا اینو باید 15 بار بتل رنگ بریم، یا این جنازه رو باید 30 بار کلش اسکواد پلی بدیم، یا اینا رو باید 180 دقیقه داخل بازی باشیم این کارتو بده، و اینو هم باید 240 دقیقه داخل بازی باشیم. و بچه بویاپس جدید اومده داخل بازی، بریم ببینیم. بویاپس تقریبا قشنگی است، نه اونقدر که قشنگ باشه من که براش جم نمیزنم خرج کنم، اینطوریه. این هم موش، این عینکشه، این کفششه، اینم شلوارشه و ست زمینش هم همینطور، فرقی تقریبا ندارن. و اینم جایزه دیزرت بهمون میده، یخ میده ای بویاپس بگیریم. اینا رو میده. بعد بچه امروز تازه کلش اسکواد رنگش عوض شده. من هیرو کرده بودم الان اومده پایین. و بچه یه ریدیم کدی هم اومده به مناسبت عید قربان، الان بهتونم میگم. این کله قوچه، بیارم براتون. این کله قوچیه، اینو ریدیم کد میده بهمون. حالا ست خودم بزنم. بچه اول باید بیایم داخل این پیامان میاره، ببینین این کله قوچیه. بچه بهتون داخل ویدیو بعد میگم که ریدیم کدش چیه. لطفاً لایک و حمایت کنین تا بهتون بگم. اگر این ویدیو بالای 10 تا لایک بخوره بهتون ریدیم کد همین کله قوچی رو بهتون میدم. و بچه یه چیز باحال اینجا هم برامون بویاپس آوردن. من الان 5 تا جیم دارم براش میزنم، ببینم چی میده. بچه اینا همینه. 3 روز دیگه گان لیویلیو تغییر میکنه، احتمال داره من براش جیم بزنم و بگیرمش و یه ویدیو هم ازش میگیرم. پرایم منم 8000 تا جیم زدم. و اینم از این بود که گفتم. بچه لطفاً حمایت و لایک کنید تا من داخل یوتیوب دیده بشم. لطفاً لایک کنید و تا دیدار بعدی خدا حافظ. یادتون نره ریدیم کد کله قوچی رو اگر لایک کنید و حمایت کنید بهتون میدم.